بریم با هم یه سالاد اسفناج بیکن درست کنیم. اسفناجا رو الان به مایتابه اضافه می‌کنیم، یکم تفتشون می‌دیم. اسفناجا رو که تو مایتابه ریختیم یکم می‌ذاریم اول بخار اون آب اسفناج بره. یکم که گذشت حتما باید حرارت گاز بالا باشه چون که آب نندازه. الان روغن رو اضافه می‌کنیم. الان یکم تفتش می‌دیم تا آبش جمع بشه و یا اون رنگ اسفناجمون باز شه، از این حالت فدری به رنگ سبز در بیاد، سبز سیب. الان وقتشه که بیکن گوشت رو بهش اضافه کنیم. بیکن رو که اضافه کردیم یکم که میذاریم تفت بخوره، باز مقداری نمک اضافه میکنیم و یکم هم میزنیم و خب به این حالت که رسید گاز رو خاموش میکنیم، میریم واسه سرو. خب برای تهیه سس بیکن و اسفناج اول آب لیمو، 2 تا لیمو تازه رو توی ظرف میگیریم، مقداری سس خردل میزنیم، یکم نمک چون سس خردل خودش حاوی نمک هست، فلفل سیاه.